پیمان فیلم مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه‌های اجتماعی. فرقی نمی کند که حتما باید مدرس حوزه علمی بگوید الهی، کارمند گمرک هم باید بگوید الهی، کارمند شیلات هم باید بگوید، رئیس بانک هم باید بگوید، بالاترین مقام سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، هنری، همه باید بگویند. و اگر پدر و مادری گفتن الهی، قطعا فرزندشون هم میگوید الهی. الهی عبدک العاصی اتاک. میدونه معنیش چیه؟ الهی عبدک العاصی اتاک، بنده عاصی تو به پیشگاه تو آمده. چطوری آمده به پیشگاه تو؟ الهی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب و قد دعاک. در حالی آمده پیش تو که اعتراف داره به گناهانش، اعتراف داره به تقصیرش، اقرار میکنه به درگاه تو به عیوب و اخطا و لغزش‌هایش و اون چیزی که ما در تو سراغ داریم و در رسول تو صلی الله علیه و سلم سراغ داریم که هم خودت و هم فرستادت اگر معذرت خواهی به درگاه و دربارشان معذرت خواهی میکردن، قبول بخشش میکردن. تو هم خودت ارحم الراحمینید و هم فرستاده خودت را رحیم معرفی کردید و کان بالمؤمنین رحیما. الهی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب و قد دعاک. چیزی که بهش فشار میاره گناهه و جای دیگه نمیتونه تخلیه بکنه، نمیتونه خودشو سبک بکنه مگر اینکه تو قبول عفو و بخشش بکنید. دنبالش خیلی مؤدبانه میگه دست گذاشته رو جای حساس. خداوند رحیمه. اگر بندی اینطوری با الله صحبت بکنه، عاطفه الله رو به جوش میاره، قطعا مغفرت رو ازش میگیره، بخشش رو ازش میگیره، رحمت رو ازش میگیره، توبه نصوح ازش میگیره و بعد از توبه توفیق برای انجام کارهای خیر و جبران مافات و گذشته رو از خدا میگیره. قدرت توبه یعنی این، یعنی به جوش آوردن عاطفه خداوند. خداوندی که فکر میکردیم نسبت به ما بیرحم شده و این تفکر کفره که انسانی فکر بکنه با ارتکاب گناه خداوند در مقابل او بیرحم شده. خداوند ارحم الراحمین است. خدایا آمرزیدن مطیعان چه کار است و کرمی که به همه نرسد چه مقدار است. اگر قرار باشه خداوند همه خوبان رو تحویل بگیره، کی باید گناهکارها رو تحویل بگیره؟ در نتیجه دنبالش با ادب میگه فان تغفر فانت لذاک اهل.
اگر بیامرزی این عبد عاصی تو اهلشی. آمرزیدن کار خداست. آیا معذرت خواهی کار بنده هست؟ آمرزیدن کار خداست. کی رو نه آمرزیده؟ مگر کسی که خودش نخواست یا نخواهد آمرزیده شود. قل کل یعمل علی شاکلته. علما و مفسرین میگویند این آیه امیدوار کننده ترین آیات قرآنه. قل کل یعمل علی شاکلته. تفسیرش اینه بنده گناه میکند، اشتباه میکند، خطا میکند، پوزش میطلبد، معذرت خواهی میکند، خداوندم کار خودشو میکند، میآمرزد، قدم عفو میکشد، دوباره یک فرصتی دیگه، 100 تا فرصت دیگه میدهد. وگرنه نمیتواند ارحم الراحمین باشد، رحمان الرحیم باشد. فان تغفر فانت لذلك اهل و ان تطرد ولکنش نیست. اگر بیامرزی و مغفرت نصیب این عبد عاصی بکنید تو اهلشید. این ویژگی توست، این صفت توست. بارالله که بندگان خطاکار پوزش طلب را بیامرزید. و بعد میگه اگر برانید تحویل نگیرید. میگه اگر این بنده گناهکاری که با پای خودش آمده میگه الهی اگر تحویلش نگیرید و ردش بکنید و طردش بکنید، فمن سواک یرحمو او فمن یرحم سواک. چه کسی غیر از تو میخواهد رحم بکند؟ اگر تو رد بکنید چه کسی میخواهد رحم بکند؟